الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. یک حدیثی را از پیامبر نازنین رو میخوانم و انشاءالله برای شما معنا میکنم. حدیث راویش عبدالله ابن عمر است رضی الله عنهما. خدا از هر دی این بنده‌های خوبش راضی باشد. و جناب امام بخاری هم در کتاب معتبری خودش آورده است که حضرت عبدالله ابن عمر میگه، خودشو نقل میکند که اخذ رسول الله صلی الله علیه و سلم بمنکبی فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه فقال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء خذ من صحتك لسقمك و من حیاتك لموتك. برادران عزیز و گرامی، یک لحظه ای که پیامبر نازنین یک نصیحت بگیم یا یک بسیار مصلحت زیبای به حضرت عبدالله دادن و حضرت عبدالله بعد گوش کردن این سخن گوییم شاید دیگر بیقرار شدند و گفتند که باید این سخن پیامبر من با یک طریق دیگری به گوش امتاش رساند. الحمدلله رب العالمین. برادران عزیز که چی در یک زمانهای قرار داریم که کتابهای دسترس هم داریم. الحمدلله رب العالمین که این خیلی لحظه ها هم برای ما و شما می آید، می شینیم و الله را همیشه باید سپاسگزاری کنیم، از خداوند همیشه تشکر کنیم که خدای مهربان این گونه امکانیت و این گونه نشست ها را هم در جامعه ما و شما در تاجیکستان عزیز ما و شما باز هم زیاد بگردانند و انشاءالله هم این هم برادرای عزیز خدا خواهد یکی از برکات های همین آرامی ها بگیم، آسودگی ها که الله این خیل ساعت ها را برای ما و شما آورده میارد، میرساند. میاییم اشتراک میکنیم، دیدار بینی میکنیم. ببین از همه بالا از قال الله و قال رسول الله چیزی میگیم. پیش از آنه که من این حدیث که قبلا مبایجه برادر مولا قربان علی قطی کم کم در باب اطراف تصوف هم صحبت داشتیم و گفتیم که اصلا همین اهل تصوف باید هیچ بگیم ایتا رابطه های مستحکمی با این دنیا نداشته باشد و این حدیث هم در راست همون سیا موافقه و خدا رحمت کنه حضرت جنونی را. برادران عزیز او می گفت که جوزی پوچ است جهان با او دل و جان مفروش که به زندان علم یوسف کنعان مفروش. این رباط است که صد قافله را سازد و خاک، تو به این کهنه سرا روضه و رضوان مفروش. نفس تو نان طلب و جان تو جانان طلب است، وصل آن جان جهان بر شکم نان مفروش. وصف فردوس ز تفسیر کلامش بشنو،
گلشنی او تو به این ریگ و بیابان مفروش. فرصت عمر عزیز است، عزیزش داری. هر نفس گوهری نایاب تو ارزان مفروش. حور فردوس زند شانه به زلفان بری تو به این پیری کهن جلوه حوران مفروش. ای جنون درد محبت چی مبارک درد است، سوز این داغ دل افروز با درمان مفروش. برادران عزیز و گرامی، خدا رحمت کنه حضرت بسیار برای ما یک پند زیبا دادن. عیناً میگوی که خیلی آیت و حدیث که به همه زمان به مورد موافق حقیقتا میگوی اشاره من داره که یعنی هیچگاه فریبی دنیا را نخری. زیرا دنیا حقیقتا برادران عزیز حقیقتا که ایرا من از خودم برای چی اینقدر تاکید دارم حقیقتا، زیرا ایرا الله برای ما گفته است که دنیا شما را فریب میدهد. برای آنکه شما از فریب این مقصد ای نیرنگ این خلاص شوین، باید رو به همین سخنها بیاره، رو به همین گفته ها بیاره. و ایلا یک زمان برادران عزیز گفته همون فضیل ابن عیاض رحمه الله که وقتی که اگر در دنیا داخل شدی بچم دیگه امیدی از این برآمدن نکن، زیرا در آمدنش بسیار کاری آسان ولی بیرون شدنش بسیار کاری مشکله. برای همین برادران عزیز و گرامی بسیار یک کاری مشکلی هست. حتی الله مهربان در قرآن هم ببینید مثال یا ایها الناس ان وعد الله حق. الله مهربان وعده های خودش حق میگه، هر وعده دادم حق است. فلا یغرنکم بالله الغرور. بین خدای مهربان ما را مثال در بالا اول فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. الله را بین اول در بالا ای دو چیز ما را بسیار با احتیاط باشید. یکی انمین دنیا مبادایی که مقصد مبادای شما را مقصد از راه درست منحرف تا نکنه. این میتونه، این کرد است، این کرد است. این بسیار ای شخصیت های بسیار بزرگه حتی از راه بیراه کردگی. شخصیت هایی که شاید چندین سالها پی عبادت بدن که در دم آخر برادر عزیز از روی فریب همین دنیا ایمان همراهش نبردن. از این رو الله ما را میگه مبادایی که همین دنیا شما را منحرف نکنه، مبادایی که به این مشغول شوین و خلاص چیکار کنین، بعد از عبادت و از اطاعت و از بندگی و از همه فراموش کنین. این همین خیلی شیرینی داره، این همین خیلی قوه جاذبه داره که آدم با خودش بسیار جذب میکنه. الله از روی مهربانیش ما را گفته است یک دنیا یک شیطان. همین ها مقصد شما را فریب نکنه. حضرت سعید ابن جبیر رضی الله عنه این عزیز خدا میگه همین معنای آیت ده که میگه چگونه آدم دنیا فریب میکنه. میگه وقتی که تمام هستی تا به خودش میگیره و تو را مقصد همچو یک فرزند خودش میدونه و تو را یک نفری نزدیکی خودش میدونه و تو را نمیگذارد که دیگر از اطاعت و محبتش
تو مقصد بیرون ببروی. انامین فریب دنیا هست. و شیطان گفت چگونه فریبتون میکنه. شیطان فریب میکنه که این خداوند یک ذاتی هست که اگر هزارها لغزش گناه که میبخشه. بسیار خدای مقصد لک بخشه. میگه با همین توصیه هاش شما را فریب میکنه. با همین تکیت میدوزد، تکیه را بر همین میکنی، لیکن دست ای گناه مقصد دست ای معصیت نمیکنی. میگوی خیلی خیر الله های یکی در همون بالای معصیتت جان تا خدا میگیره میره. انا حضرت مولوی را خدا رحمت کنه از اینجا میگه همین دنیای ما را میگه جوزی پوچ از جهان با او دل و جان مفروش. جوز برادرم چارمه است. یا چارمه را که به هواس میخریم میبینیم همین خیال بیرونش سکه و صورت داره میگوی برم انشاءالله همین بشکنم بخورم دهنم پری روغن میشود. میاری میزنی که پوچه. میگه دنیا همین مثال است. با او دل و جان مفروش که با زندان علم یوسف کنعان مفروش. یعنی این زندانی هست برادرای عزیز که چگونه حبیب خدا گفت از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. یعنی یک زندانی هست که پری خمه میگه، پری درد است، پری مشکلات است، پری سختی است. آیا همین خیلی نیست؟ هست برادر عزیز. برای همین میگه وصف فردوس ز تفسیر کلامش بشنو، گلشن او تو به این ریگ و بیابان مفروش. برادرای عزیز خوش به حال این بزرگا که اونها آگاهی پیدا کردند و با همین شرف و با همین مقصد عزت خطی رفتن اونا، لیکن باز مصلحتشون ما را دادستن. میگه یک بارک بین یک بارک میگه مسئله جنت هم میگه یک قرآن بکشا، یک بار بخوان الله مهربان برای در جنت برای شما چی مهیا کرده است. یک وصف فردوس ز تفسیر کلامش بشنو. یک بارک بچه میگه اگر همین ایمانت کامل باشه، اگر میل به جنت داشته باشی، یک بارک قرآن بکشا و یک آیت هایی که در باب جنت یک بار بخوان. اگر ایره خانی تو گفت با محبت اگر همین را نگاه کنی اهمیت بتی، تو هیچ وقت به این ریگ و بیابانی میگه این دنیا اونجا را عوض نمیکنی. نشه میگه از زمره با این ریگ و با این بیابان دنیا مقصد چیکار کنی؟ جنت تا بفروشی. از زمره اونا نباش. سوره مطففین برادر عزیز اگر ما ببینیم الله ربی چی میگه؟ اگه من یک لحظه ای جنت برای شما گویم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الابرار لفی نعیم. برادر عزیز ابرار بندگان نیکوکار، بندگانی که گویم در قلبهاشون ترس الله دارن، بندگان پرهیزکار. الله میگه ما برای این گونه بندگان لفی نعیم، چی نازها، چی نعمتها، چی امکانیتهای زیبایی را در جنت برای شما آماده کردم برای این گونه بندگان. ان الابرار لفی نعیم. دوام شیخ خوری و ان الفجار و ان الفجار ان على الارائک ینظرون. ببینیم على الارائک ینظرون. ارائک جمع اریکه. بین برادر عزیز یعنی کت ها. ولی اگر در همین دنیا دیدیم که اگر کت همه بینیم چقدر از آهن ای چوب
میبینی بسیار بسیکه و مهنت کردگی خیلی ممکن ارزش هم قریب تا $50,000 و $100,000 همون کت ها را میسازن که میرای میبینی اگر با در بالاش بشینی 10 بار صورت میگیری با دیگر را در نشان میتی که همین کتی که من شدگیم اینه $50,000 برای که در روسیه ما یک خانه در آمدیم یک بچه که خدا بتش همون سپلنی خواه میکردگیش همون سپلنی که خواه میکرد همون $100,000 بده او در بلوش چی داشته است اگر متریال های بسیار با قوت دیگر خیلی را نشان دادن که همین سپلنی $100,000 همون مردک در بلوش خواه میکرد خدا نصیبش کنه خدا نصیبشون کنه مهنت میکنن خیلی زحمت میکشن ما هم فخر میکنیم که تاجیکی ما در روسیه در بالای سپالی $100,000 خواه الحمدلله رب العالمین مسلمان های 5 وقت نمازش میخونن بچه بیرها نیست لیکن فخر بینده مقصد که ما در بالای یک سپالی مثال فلان یا در بالای یک کتی که $50,000 الله میگه علال ارائه که انظرون شما اگر کت های جنت بینید کت های جنت بینید ممکن هوشای سرتون بکنه زیرا اونها همه از یاقوتن همه از لؤلؤن برادر عزیز چگونه ای که غیشت های جنت همه از نقره و از طلا هن همچنان برادر عزیز اونها هم ممکن که دیدن برابر انسان دیگر دلش بکفه به این کتی را که الله مهربان برای جنتی ها آماده کرده است علال ارائک ینظرون ببین میگه در بالاش میشینی و در همون بالای کتی خیلی زیباش بعد ینظرون حالا در تفسیرها میبینی ینظرونش رنگی که بگیم در پیشت یک یرمرکه میشیده است رنگ یرمرکه است که همه چیزا هست تمام نعمت های جنت ای پیشت میگذرونه کدامش که معقول هم تا یک اشاره میکنی تمام اشاره میکنی چه مقصد پیشکت میاره از پیش تو تمام این میگذره تعریف فی وجوههم نظرة النعیم الله مهربان میگه همون جنتی هایی که در بالای کد نشسته و از این نوش نعمت ها میخوانند در سیمای اونها ببین در چهره اونها یک تازگی هست آثار همون نعمت های جنت در چهره هاشون هست میگن بسیار چهره های نورانی دارند بسیار چهره های تازه دارند میگن تعریف فی وجوههم نظرة النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون الله چی میگه؟ میگه میدونی که بالا که کد در وقت نشسته ای بالاکای خود لگن های مقصد همو قیمت ترین ده یک شربت میارن رحیق رحیقش برادرای عزیز یک شربتی که هیچ چیز در او عررش کردگی نیستن تازه بگیم با اصطلاح امروزه ناتورال میای وقتی بگم میارنش مختوم ختامه مسک بالاکش میگد همین خیل پیچاندگی ولی خداوند یک سلفیتکک میمونن و همین خیل یک بالاکش ماندگی یک بگیم پرده که ماندگی است که از مشکای خدا میگه ختامه مسک مهره که ما زدگیشیم برای آن که گارانتیا دارد تازه بدنش الان مهره میگه وقتی که جنتی او را مینوشه همون شربته آخرانی که بگیم اکو مقصد تمام شدنش میگه از دهنش میگه بوی مشک بیرون میشود زیرا میگه او با مشک مهر زدگی بود بعد الله میگه فلیتنافس المتنافسون چرا نگه داری چرا برای آمدن جنت حرکت نمیکنی من وقتی که برای آدمای ابرار این امکانیت دادم چرا از زمره ابرارها نمیشه
یا در سوره نبأ الله مهربان میگه ان للمتقین مفازا حدائق و اعناب و کواعب اترابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. الله میگه میدانین که شما را من وقت در جنت میدرارم شما را باغهای میبرم که پر از انگورند. ببین باغهای پر از انگور و کواعب اترابا. میدانی میگه زنهایتون میتون که اونها نارپیستانند. در تفسیرها میگه پیشهای برشون رنگ اناره. ولی امروز دیده که در دنیا برای آن که خوش خرید شوند خداشون تاکای همون چیوشون در هر چی میمونن که بلند شوند. الله میگه که ما هم تا بلند کردگی تیار کردگی برای جنتی ها میگه. ببین الله را در قرآن میگه برای ما و کواعب اترابا. ولی در حدیث خواندم میگه وقتی که یک مهره یک هوره وقتی یک هوره جنتی در آغوشش میگرفته است در بغلش میگرفته است آنقدر با اون معیشت میکرده است که 40 سال میگذره. همون یک بغلگیری همون حور 40 سال میگذره. پیامبر میگه که میدونه که در همین بغلگیری و در همین محبتی که اینها کردن بعد 40 سالم نه حور نه جنتی خسته نیستن. حتی میگه همون آلاتهای تناسلیشون حتی خسته نیست. میگه وقتی که 40 سال میگذرد مردک جنتی سرش میبرداشته میدیده است که یک زنی با از ایده زیباتر میگه ایستادگی است میگرده. میگه زن به طرف میگه که ای بنده محبوب خدا آیا ما هم حق نداریم؟ میگه این مرد جنتی میگه شما کین؟ میگه ما هم نفری هستیم که الله به تو ما را بخشیده است. میگه ایرا میگه که شما با جوتون ایواز کنید. میگه حور دیگر میگه در بغل میگرد 40 سال دیگر میگه با اینش میگه در معیشت ای برادری عزیز گفتی همین امروزا آشش شو آخی مهنت کرد زحمت کشید برادری عزیز ای روزهای سخت سپری کرد از شیرینی خوابی سحر خیست ساعت 2 شب خیست طهارت کرد تهجد خوند. یعنی هر یک چیزی که بود اجرا کرد. الله میگه مادامی که کردی ببین راحت شد. شاعر میگه هر کی را سعی قدم بیشتر به درگاه حق منزلش بیشتر. کسی را که حرکتش زیاده همون قدر محبوبیتش پیش خدا زیاده. میگه 40 سال دیگه را در بغل میگیره. بعد 40 سال میگه حضرت میگه یک سرش با میبرداره نگاه میکنه که روشنی است. پیامبر نقل داره یک گویا که یک چراغ گریان بشود روشن. میگه این مرد در حال میگه با آواز بلند میگفت است یگان فرشته بغلگیری ما را نگاه کرد یا شاید الله ما را نگاه کرد که میگه فرشته صدا میزد است. میگفت نه الله شما را نگاه کرد نه فرشته شما را نگاه کرد. این نوری که میبینی این زن همون دنیایی تای آمده است. بعد میگه این نور ای چی حسابه؟ میگه این زن دنیایی میگه وقتی بغلگیری تا با این حور دید آنقدر خوشحال شد میگه که خندید این روشنی میگه روشنی هم دندان شد. خدا میگه این زن دنیایی را آنقدر زیبا میکرد است که حتی حورها مثل او زیبا نمیشده. میگفت است ولی در دنیا بینه چند قدر مقصد ذکر میشوه اونجا میگه میخنده خنده میکرده است میخندید از دندانهاش حتی میگه آنقدر روشن میگه که این مرد خیالش همه که کامی ما را تماشا کرده است. لیکن همین زن دنیایی هم میگه که مقصد بنده خوبی خدا ما هم حق داریم البته در پهلوی شما باشیم. اگه حضرت بینید که
پیامبر باز گشته میگه 40 سالی که با این بود خسته نشید. خسته نشید میگه. الله هم خستگی را در این نداده است. آنچه را که الله مهربان میته برادرای عزیز، قدرتی را که الله دارد ایرا عقلهای ما و شما تصور کنه میتونه. تصور کنه. برای همین میگه و ما اوتیت من العلم الا قلیلا. من اندک علم دادم. اندک علم تون دادگیم. شما همه را نمیدانید. تصور کنید که در جنت یک درختی هست، میگه که یک درخت نه، درختی هست که بالای اسب در زیرش 100 سال میره سایگیش تمام نمیشه. حضرت ابی وصف فردوس تفسیر کلامش میشنم. گلشن او تو به این ریگ و بیابان مفروش. حور فردوس دارد شانه به زلفان بری تو به این پیری کهن جلوه حوران بفروش. از این لحاظ برادران عزیز و گرامی صحبت من در سری بچید. از این لحاظ مقصدی منم چیه؟ مقصدی منم این است برادرها که هیچگاه ما را الله که بسیار ذات مهربانه هیچگاه نمیخواهد که ما را دنیا فریب دهد. شیخ سعدی میگوید تو را دنیا همه گوید شب و روز. تو را دنیا همه گوید شب و روز که هان از صحبتم پرهیز. حتی دنیا هم میگد که نکو نزدیک نشه. تو را دنیا همه گوید شب و روز که هان از صحبتم پرهیز. مده خود را فریب از رنگ و بویم که هست این خنده من گریه آمیز. اخیر گریانت میکنم، اخیر نالانت میکنم، اخیر بسیار حسرتی میره. خدای مهربان توفیقمون زیاد کنه، اخلاصمون زیاد کنه، محبتمون زیاد کنه. الله مهربان باز هم ذوق ما را، شوق ما را به سوی جنت زیاد بگرداند. در برابرش خداوند با توفیق منتهی از زمره کسانی باشیم که مهنت و زحمت در دنیا از روی بندگی داشته باشیم تا به این یک لحظه که بگه من یک آیتی از قرآن المعنا کم در ده ها جای قرآن به خدا میخوانی حیران میشه. یک چیزهایی میشنوی که میگوی که همین قایی که مردن تمناش آرزوش نادرسته و ایلو میگوی که در خدا جان ما بگیره و برم در همون مقصد وعده هایی که الله مهربان کرده از همون داخل باشه.